میخوری زمین ها. ماما مامان بذار منم بیام دیگه. چرا؟ من نمیتونم بیام اینجا الان؟ چون اول نوبت من. چیکار میکنی اونجا؟ خب من اگه بشینم پیشتون چی میشه؟ خانم دکتر من نمیشه بشینم اینجا پیشتون. ممنوعه. الان وقتی منو گندم دوتایی با هم بازی کنیم. مگه نه گندم داری چیکار میکنی؟ الان براش داره براش لبخند میکشه. اسم این بادکنک لبخنده. نگاه بادکنک کن، لبخند اخم سعی کرده. میکنه. نه وای اخم کرده. چی شده که اخم کرده؟ سیبیلاس. اوه پاکش کنیم. باید سریع ناراحتیشو از بین ببریم. ناراحتیشو تبدیل به لبخند کنیم. مگه نه؟ خدا پاک. آره پاک کن بیا. بگو ناراحت نباش. ناراحتی تو از بین